سایه گلامور باید الگویی که میخواید کار کنید در واقع همون الگویی که بهتون دادم، یک خونه گوشه خارجی چشم باید پر کنید و خط کریس یا همون خط سوم چشم. برای اینکه بتونید تشخیص بدید خط کریس رو، به مشتریتون بگید چشماشو باز کنه، میتونید اینجا رو یه کوچولو علامت بزنید، بعد چشماشو باز کنه، این خط اینجا میفته. یه کوچولو باز کن، ببند. این قسمته. خط کریس چشم رو و همونطور که گفتم یه خونه باید پر کنید. از بن مژه به سمت بالای خط اوریب یه مثلث ایجاد میکنید. داخل مثلث رو کاملا از رنگدونه پر میکنید. رنگدونه‌ای که استفاده کردم کاملا رنگ قهوه‌ای هست. رنگ قهوه‌ای. با استفاده از قلم فیدم شروع میکنم به فید کردن کار. گوشه خارجی چشم به حالت دورانی سر جای خودش، خط کریس به حالت رفت و برگشت. خیلی نباید فشار دست داشته باشید به دلیل اینکه ایجاد لک میکنه. مرتب قلمم رو با حوله تمیز میکنم. با استفاده از قلم دیگه‌ای که مخصوص به کار فیده مجدد فید میکنم.